تصویرهایی که از تازه‌ترین برنامه نمایش لباس نوید زازی در پاریس هستند. این نمایش در روزهای پیش راه اندازی شد و زازی هدف از راه اندازی آن را تلاشی از بر به نمایش گذاشتن خشونت‌ها در برابر زنان افغانستان گفته است. همانند برنامه‌های دیگر زازی، در این نمایش هم مدل‌های خارجی و لباس‌هایی را به نمایش گذاشتند که در آنها پارچه‌ها و طرح‌های لباس‌های باشندگان بخش‌های گوناگون افغانستان را می‌توان یافت. 15 کاله کې زه د فیشن په لاره کې کار کوم. ما ډېرې غټې شوګانې ورکړې دي، لکه امستردام کې، په لندن کې او آخره شو مې سیوه اوس پاریس فیشن ویک کې. زما د شوګانو هدف دا دی چې زه افغانستان فرهنګ و عنعنات به دنیا ته ورښکاره کړم. نوید زازی از سالها بدین سو در آلند بود و باش دارد. وی میگوید که با طراحی لباس میخواهد گوشه از فرهنگ افغانستان را به جهانیان بشناساند و از این راه بر دوام پشتیبانی آنان از مردم کشورش بکوشد. دا زما غټ هدف دی چې د افغانستان نوم په دنیا کې پورته شي او د فیشن د په لارې کې زه یو شی وکړی شم خپل وطن دپاره. فکر میکنم واقعا مهم است که طراحی های شما داستان را بازگو کنند، اما این روزها این کار آنقدرها انجام نمی شود، زیرا بسیاری از طراحان تنها برای پول کار میکنند. اما می توانم صادقانه بگویم که کار نوید برای پول نیست، بل او می خواهد که با طراحی هایش در جهان تغییرات بیاورد. او می خواهد که داستان را بازگو کند. شاید هنوز زود است که طرح‌های لباس زازی در داخل افغانستان خریدار داشته باشند. خودش میگوید که در بیرون از کشورم کمتر به فکر پول پیدا کردن از این راه بوده است و اگر گاهی چنین هم بشود میخواهد پول به دست آمده از فروش این لباس‌ها را به خانواده‌های نادار در افغانستان بفرستد.